از شما داریم خونه رو بگو. اتاقمون رو عوض میکنیم به خاطر اینکه اینجا پنجره نداشتش. یه ذره صبح تا شب دست آدم در میره دیگه، یه ذره خفه کننده شده بود. اندر یه دونه از روماش که فول ویو داره و خیلی خوشگله. اون روم صورتی خوشگله رو شما میتونی از ویو داشته باشی. حجم زیادی نیست، من اینطور فکر نمی‌کنم. تازه یه چمدون دیگه هست اونور جا گذاشتیم. میخوام سورپرایزت کنم. آماده ای که خوشگل‌ترین ویو دنیا رو ببینی. تو عکس‌ها همش بالا نگاه می‌کردیم اینجاش نوشته بود لیو سوشال بی سوشال. بالاخره تونستیم که ببینیمش. ما نمیشه؟ خب خیلی باید ما نمیشه. امروز پا یه دونه پول پارتیه. حالا برای اینکه الان پا میشیم بریم پول پارتیه، بعدم میخوام بذارم تو هتل بشم جای باحالش رو بهتون نشون بدم. انقدر دیزاینش باحاله، انقدر دیزاینش خفنه که اصلا من اینجوریام که فکرم عشان چسبیده زمین. کلا این هتل دیزاینر بیس بای سکس بوده. داستان این که برای سکس اینجا طراحی شده چیه؟ چیزایی که باید ببریم پایین واسه پول پارتیه. حالا کیف حسیری که توش چیز میز بذاریم. نودله با سبزیجات، جبنه، بعد دیگه مثلا از گوشت و پروتئینش هم میتونه شریم باشه، هم چیکن باشه، هم بیف باشه، هر چی میخواد. بعد چون تایلندیا کلا خیلی تو میکنن همه چی و کنارش خیار میذارن. من نمی‌دونستم خیار انقدر قابلیت خاموش کردن آتیش داره، ولی واقعا داره. اینا هم فکر کنم با دوم زمینیه ولی ناتس هر چی هست آسیاب شده است. بریزی روی اینا و خرچی تر میشه. این رستورانه سوفار دیزاینش همه جایی که رفتیم خفن تره بعد ناخونای من. البته ما داشتیم از گرسنگی میمردیم برای که از صبح اولا که نخوابیدیم، بعدم چیزی نخوردیم. فقط اصلا من خوردم چون چیزی نگاه می‌کنی. نه من 3 ساعت خوابیدم. خوابیدیم از ساعت 5 صبح بیدارت کردم. خب این اصلا نخوابید، من 3-4 ساعت خوابیدم. 3-4 ساعت خوابیدن همون نخوابیدنه. بعدم غذا هم باز نخوردیم. الان میخواد بگه تو خوردی. خب من یه انقدر مرغ سوخاری خوردم واسه ایشون هم گرفتم نخوردم، مربوط نمیشه. خلاصه که گرسنه و خسته و کج و کله ایم. کاری که میکنیم یعنی کاری که الان کردیم این که اومدیم این رستورانه که خیلی ریویوش خوب بود، اسمش اسپاگو، دقیقاً چسته به هتل. اومدیم که غذا بگیریم. سزار و پاستای آلفردو میخوام. شما چی میخوای؟ پد تای خیلی خوشمزه‌ام. چقدر این من بدرنگه. الان من نگاه چه خوش رنگه. من بهش گفتم منگو پشن فروت. فکر می‌کنی درست آورده؟ رنگش منگو درست آورده. وقتی می‌خوری تازه می‌فهمی چقدر تشنه بودیم. این ویو روبرومونه و توی کنابیس فروشیه. کنابیچ اسمش داری، اسم خلاقانه گذاشته. واقعا یک مغز چروچت فهم میتونه این اسمو بذاره. بچه ها رسید تایلندیا کلابای تفنگ پرانی دارن، یعنی اینجوری میری با این میسیانه خیلی کوچولوه تفنگر میبینی نشنه میگیری میزنی. 100 بات با این 200 تا با رگبار مسلسل. F5 داریم، شاتگان FJ داریم دیگه، ماشینه. اوکی بای. Tonight at the one and only. هنوز داره تو بک‌گراند جر میده. اده حرف زدن ملیت‌های مختلف رو در نرید، خیلی زشته. یکی هم ساوند ما رو میشنوه میگه اینا به چه زبونه تخماتیکی دارن صحبت میکنن، اصلا چی میگن؟ Who are you؟ درست بگم؟ I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think this beauty
beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance. بچه اومدم توی یه استور که همه چیزایی شنا داره. اینو نکنی جا شاتیه، چرا با مزه است. یادتونه یه سری رفتم شنیدو کلی جا شاتی گرفته بودیم. این فلامینگوشو آخه ببین، یعنی واقعا اگه جا داشتم و رب داشت میخریدم میوردم. متاسفانه نه جا دارم نه رب داره. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. خیلی خوشگله واقعا اگر دریا دم خونم بود یا یه روز اینجا موندگار شدم میام اینو میخرم. این کیفر چقدر خوشگله، فکر کنم همه اینا کار دسته. اینا مثل اینکه شرابه. الکلش این چند درصده؟ 5%. آره ولی با آب گازدار طوری میکسه. متلا چه باحاله، خیلی خوشگله نه؟ فایبال دارم. من دوباره سوجو برداشتم. آبجو سنگینه کنیم. بچه اینجا یه مغازه است اسمش سایلوه فکر میکنم. بعد همه لباسای توش کاستوم قشنگ سای پارتی جنگلی سبکیه.